چیزی هست سرش یه گنبولیه سمت راست اومده بغل راننده. دنده. چی؟ دنده. گنبولی دنده. چه دردی میخوره تو ماشین؟ چجوری گذاشتی یک حرکت کردی؟ نذاشتم. پس چی؟ خلاص بوده ماشین؟ من نمیدونم این فشار دادم روی چیزی پایین بی خودی میرفت پایین زدم خود مرده عصبانی شد افسره با لغت زد تو این گنبولیه ماشین راه افتاد ما بیشتر فشار دادم خورد تو درخت اینجا بام لج کرد آموزش رانندگی نرفتی؟ نه رفتم محسن ها. محسن چیز دایره یه چیه الکی تو سینه آدم نفس آدم بند میاد چیز دایره یه علکیه؟ او چیه جلو ماشین او فرمونو میگی؟ چی؟ فرمون کار کردی؟ علکیه نگرفته بودیش؟ فرمون تو دستت نبود؟ مگه کار کردی داره تو ماشین تو رانندگی؟ برای چی رفتی گواهینامه بگیری؟ ما چون آینده خودم تو فرمول 1 میبینم فرمولا 1 گفتم برم استپ بای استپ پله پله شروع کنم محسن بله. محسن جان بله. الکی قبول داری یه سختگیری های افسره میگه چشم ضعیفه میگم ما چشمم مثل عقاب میمونه چشم ضعیف باشه موقع رانندگی میگه درخت ندیدی ندیده بودم من وجدانا ندیده بودم من وقتی هم وسط ماشین بود همچنان هم نمیدیدم دستم خورد به شاخش او لحظه احساس کردم گفت یه خورده چشم ضعیفه برو یه خورده چشم بله یه خورده گوجه سبزش که اومد تو دستم فهمیدم اینجا فهمیدم درخت اومده تو ماشین دلت نخواد چقدر خوشمزه و ترد بود افسر شاکی میگه گوجه سبز میخوری ماشین اومده وسط ماشین رانندگی ما قرش میخوردم الان این آقا پسره رو اونجا چه رنگی پوشیده روبرون نشسته؟ کی؟ اون آقا پسره اون مگه به جز مونوتو و خانم دکتر کسی هست تو سالن؟